درود به شما بینندگان عزیز. در استودیو برنامه نوبتی احساس، افکار و رفتار. من هستم مریم دولت و در خدمت شما چون همیشه و همکار گرامی من دکتر محمودی کبیر. امروز یک موضوع عجیب داریم. موضوعی است که در عالم فلسفه، در عالم منطق، در عالم روانشناسی خیلی موقع دارد. در بین این عالم ها میگردد. موضوعی است که شاید تنها خاص انسان باشد، ولی هرچند ما در حیوانات هم بعضا میبینیم یک چیز به این مانند را. این موضوع فراست است، یا به زبان روسی یا اصطلاح روانشناسی اون رو اینتویتسه میگن. چیست این فراست؟ از چی وابسته است؟ از عقل، از تجربه، از دانش؟ یک چیز خداداد است. چرا بعضی ها دارند بعضی ها ندارند؟ چرا در بعضی ها رشد کرده است در بعضی ها رشد نمیکنند؟ و این موضوع خیلی عجیب است، موضوع خیلی جالب است و همزمان موضوع خیلی مهم هم هست، زیرا وقتی که فراست رشد کرده است، وقتی که انسان به صدای اینتویت گوش میدهد، او از تمام غلط ها امین میماند. ولی چرا ما آن رو نه همیشه میشنویم؟ چرا ما از اون بعضا میترسیم، بعضا رو خاموش میکنیم؟ امروز صحبت ما سر همین موضوع صورت خواهد گرفت. خیلی موضوع جالب است، چون که بینندگان گرامی حالا به یاد میارن آن حالت هایی که هنوز تلفن زنگ نزده است ولی میدانند که کی زنگ میزند، هنوز واقع نشده است ولی درک میکنند، میفهمند که آن واقع رخ داده ایستاده است. یا که بعضا کارهای میشد که با واسطه خواب هم، با واسطه خواب بینی هم واقع و حادثه ها رو پیش بینی میکنند. و آن فعالیت معینه سر یا که روان انسان که فراست نام دارد، که در فلسفه آن را حدس هم میگویند و به زبان علمی آن را اینتویتسی هم میگویند. یعنی اینتویتسی از کلمه لاتینی معنوش با دقت نگاه کردن. و البته همه مردم آن را در زندگی استفاده میبرند و در عالم حیوانات درست قید کردید که در حقیقت حیوانات هستند که اینتویت یعنی فراست خوب دارند. بعضی مثلا حیوانات پیش از زمین جنبیان را حس میکنند، بعضی مثلا حیوانات دیگر با عضوهای حس نیو با همین فراست حسی یکدیگر رو در 500,000 کیلومتر حس میکنند. من یک موضوع جالب است که امروز به بیننده ما خیلی اطلاعات خوب میدهیم و نگفته نماند که این که فراست اولین اطلاعاتی که ما از آن داریم این سرچشمه ها پیغمبران بودند. و از آن جمله پیغمبر اسلام هم محمد گرامی در مسئله فراست گفته است که بی‌ترس از فراست مؤمن. یعنی که فراست این یکی از آن سمت‌های فعالیت قلب انسان است که آدمان آن را استفاده میبرند و در علم سرکرده از دوره‌های یونان قدیم پلوتون در مسئله به تحلیل، به گفتگو، به فکر کنی یک ایده، یک غایه رو به سر آمدن رو، همین مسئله رو گفته بود، یعنی که هستند چنین فکرها، غایه ها، عقیده هایی که به فکر کردن می آیند. یعنی که آن البته خود به خود در این مسئله گفته بود. پس آنتر اون رو البته در عصر 5 یکی از عالمان که یونان نام گذاشت، اینتویتس گفت، و اون در عصر 13 در اروپا باز یک جریان شد که آن را جریان فلسفی بگیم که اینتویتیزم گفتن و البته آهسته آهسته آن را به حس دادند. یعنی گفتن که اینتویت این یکی از حس های هست که حسی که گویم که ششم هم گویم میشد که به فکر می آید. یعنی که بسیار عالم حیوانات مثلا با حس زندگی میکنند و از آن جمله انسان هم حسیات خود را دارد و گگل هم در این مسئله گفت که
هست دانش‌هایی که بی‌واسطه هستند و دانش‌هایی که باواسطه هستند. دانش‌های باواسطه مثلا عقل و تفکر و بی‌واسطه دانش‌های مثلا دانش‌های اینتویتیوی فراستی. پس اونتر این در فلسفه یک جریان شد و ایدئالیستان میگفتند که این رابطه فراست، این رابطه یک کانالی هست که با خداوند پیوست میشد و انسان از آنجا یعنی که اطلاعات میگیرد. و در کانت هم این مسئله رو گفته بود که درک اینتویتیوی، درک فراستی اینتویتیو میپذنانی گفتن این مسئله رو گذاشته بود و ثانی‌تر این به یک شکلی هم در فلسفه و هم در علم و هم در گویم که پسیخولوژی سمت‌های خود رو گرفت و چیزی که باز زیگموند فرید اساسگذاری پسیخانالیز گفت که این از عالم بیشعوری از زیر شعور و شعور اطلاعات های میان که انسان آنها رو کیها در ضمیر خود نگه داشته بود و جای دیگر یک باز پسانتر عالمان امریکا هم گفتند که فراست این دانشی هست که سرچشمش را انسان نمیداند که کی آن رو گرفته است و چون عقیده های دیگر عالمان هم هستند که فراست این یک دانشی است که آدم تحلیلش رو در زیر شعور میکند و پس آنتر همچون یک اینسایت، یک حالت فهمیش درک به شعور انسان میاد و حالا ما هم در این زمان از این برای بینندگان گرامی خود اطلاعات میدهیم که البته آن درباره آن درست‌تر فکر کنند و کسانی که این امکانات رو دارند آن را انکشاف دهند و آن رو هم در علم و هم در زندگی استفاده برند. واقعا چون از خیلی درست گفتید که اصلا در مورد کلمه فراست به دو معنی استفاده می شود. ما بعضا آدمی کم فهم کند ذهن رو هم بودن بی فراست میگیم و یک معنی تنقیدی هم دارد، ولی در اصل همون جا هم همین معنی اینتویچه هست. یعنی شما در یک خانه زندگی میکنید، در یک عائله و آدمی که خوش فراست است، یعنی از اینتویچش استفاده کرده میتواند، او مناسبت آدمان رو نسبت خودش و انگیزه خودش رو پیشکی میداند در کدام مورد چگونه باید رفتار کند که مناسبت اطرافیان نسبت او ویران نشود، که نسبت خودش در دل مردم یک دلماندگی، یک رنجش، یک آزاری حتی بعضا بی سبب پیدا نشود. مثلا این کلمه رو در حالت‌هایی که جوانان یکون رفتار ندرست میکنن، کلانت ها میگن که فراست ندارد برای همین این کار کرد، یعنی نظرش دقیق نیست. واقعا همون نام اینتویچه از نظر جدی است یا که توجه جدی است، ولی این توجه جدی نه همیشه به بیرون باید روانه کرده شود. در اکثر حالت‌ها این توجه باید به ضمیر خود انسان باید باشد، یعنی این دانش‌های بنیادی خود انسان هستند. اصلا علم روانشناسی امروزه چیزهای بسیار عجیب کشف کرده است. من گمان میکنم که شاید پیشتر هم در دانشگاه‌ها در عمق عقل مردم شرق این چیز باشد، فقط علم روانشناسی امروزه غربی این چیزها را عمومی کرده است. یکی از خلاصه های دانشمندان امروزه در عالم فلسفه، در عالم روانشناسی اون است که آدمی زاد همه چیز رو میداند. تمام دانش عالم در تحت شعور انسان هست. خدا وقتی بنده رو هست میکند همه دانش های خودش رو آنجا میگذارد، زیرا توسط همون یک ذره نور خودش که هست در ضمیر انسان به همون یک فوند خزینه بزرگی علمی جهانی دسترسی دارد و توسط فراست ما این دانش ها رو از اونجا میگیریم. فقط از بس که شعور انسان قدرت همه این رو یک بار استفاده کردن ندارد، اون در وقت ضروری پیدا می شود. یک افسانه بسیار زیبا است در افسانه خلق تاجیک، ایرج طلسم شکن. من نمیدونم از بیننده های کسی اون رو خونده است نخونده است، ولی اون یک چیز بسیار عجیب است. یک دفترچه دارد ایرج. خردمندی به او دفترچه رو میدهد و هنگامی که ایرج میگه که من چی کار باید کنم که من برای جنگ با دیو رفته ایستادم، میگه نصیحت رو پیشکی گفتن نمی شود، فایده ندارد، من به تو یک دفترچه میدم. دفترچه رو میکشه، دفترچه خالی است. میگه ای خردمند بزرگ، دو در دفترچه چیزی نیست که. میگه در وقت ضروری پیدا می شود و هر لحظه که در ایرج به حال مشکل گرفتار می شود دفترچه رو میکشد و در دفترچه 2 سطر پیدا می شود که فلان کار رو بکن. این دفترچه همون فراست ما است.
این همون دفترچه است که در آغاز ما رو همچون سفید میبینیم تا آن لحظه ای که به ما سخت ضرور نشود. مثلا در روز زندگی هر روزه ما مثال خیلی عادی است، یک چیز رو گم کردید، کلید است، بعضا وقت سراسر میگه تلفنتون وقت برآمدن، یک چیز ضروری که همین حاضر لازم است و آدم هنگامی که نمییابد چیزی در موندگیش رو از جای خودش، یک بار پریشان میشد، عصبش خراب میشد، دلتنگ میشود و اون چیز رو تنها برای فراست یافتن ممکن است. بعض اون چیز میتواند در پیش نظرتون باشد، شما اون چیز رو نیابید. چه باید کرد در این لحظه؟ همگی برای خودتون 1 دقیقه وقت بدهید، می‌نشینید، آروم میشوید، امکان میدهد که اطلاعات از تحت شعور بالا براید، به شعور برسد و یک بار از جایتون میخیزید، اون چیز رو از همون جایی که مونده بودید خودتون پیدا میکنید. این حالت ها با همه ما روی میدهد و این حالت ها دلیل اون هستند که ما همیشه همه چیز رو میدونیم. وظیفه انسان در روی زمین توسط همه عملهای دیگر، آموختن دانش، اندوختن تجربه، به کمال رسیدن و غیره و هکذا، همزمان توسط اینتویسیا از اون دانش‌های زیادی که ما داریم، این نعمت خداوند است ولی ما اون رو نمیدانیم، چون دفترچه سفید است، از اون استفاده کردن است و اینتویسیا واقعا کانال مستقیم است با اون، زیرا ما دانش رو از بیرون نمیگیریم. این همون دانش است که در ضمیر هر یک انسانی روی زمین جای کرده شده است و بعضا خلق‌ها، ملت‌هایی که با تمدن جهانی پیوست نشده بودند یا که دیرتر پیوست شدن، مثلا ما میگیریم فولبین‌های آفریقا رو یا شامان‌های چوکچه رو میگیریم که آنها از دانش‌های روانشناسی و فلسفه تمام عالم خبر هم ندارند، ولی آنها بیماری‌ها رو تشخیص کرده میتوانند با یک دیدن، با یک نظر، با یک صحبت، حتی با صدای تلفنی آنها میتوانند تشخیص کنند، زیرا آنها همین کانال رو خیلی خوب استفاده میکنند، زیرا توجهشان به دانش‌هایی که از بیرون میآید صرف نشده است و تنها همین کانال خیلی قوی شده است و اطلاعات همیشه سر وقت میآید و آنها مردم خودشان در اکثر حالت‌ها واقعا چون برابر دکتران یا طبیبانی که در کشورهای تمدن زندگی میکنند طبابت میکنند، آنها رو سلامتی آنها رو حفظ میکنند و آنها بر روان آنها اون نیرویی را که برای زندگیشون لازم است داده میتوانند، زیرا از همین کانال استفاده میکنند و عین زمان هنگام عملیات خودشان آنها کار دیگر هم میکنند. همین کانال مخصوص رو در داخل همون همشهریشون، هم قومشون پیشکی هم بیدار میکنند و حتی در جریان طبابت هم اگر که ضرور باشد اون کانال رو اندک وسیع‌تر میکنند و از خودش میپرسند. درست است. ما در فلسفه گویم که تصوف خود ما میدانیم که با فراست بسیار کارها را اهل عرفان، اهل تصوف میگفت، میدانستند، میفهمیدند و نقل‌ها هستند که پیش از آن که بعضی واقعه و حادثه ها میشد، آن وقت پیشکی آنها این چیزها رو یا میگفتند یا اینکه مثلا همه واقعه شدگی رو آنها میدانستند. مثلا یکی از همون اهل تصوف رو همین عصرهای گویم چند عصر پیش چونین سنجش میکنند، یعنی میگویند که بیایید ما این مرد هر روز در ذکر است و در فکر است و دائم کارهای عرفانی میکند، بیایید ما این سنجش میکنیم که مرده رو از زنده فرق میکند یا نه و مردی رو در جای همون گویم که مرده میمونند و میگن که حضرت این رو جنازه کردن در کار، هم میگه جنازه میکنن، در وقت جنازه بسیار میخندند و وقتی که میرن میگه گرفته برید، وقتی که میرن برای خیزانده و که ها مرده است. یعنی که چیزهایی که فراستی چون این آدمان نهایت قوی بودن، یا اینکه در دو دره که بین آنها یک هفته این راه یکی از همون اهل تصوف میمیرد و میگویند که یک هفته راه است، اون رفیقش آمدنش مشکل است، برای همین ما اون کس این چیزا شده نمیتوانیم، لیکن وقتی که جنازه سر میشد اون کس میرسد. یعنی که اینها چیزهایی بودن که گویم که اگر ما اشعار بزرگان خود را بینیم، از آن جمله گویم که حافظ را، از آن جمله گویم که امیر خسروی دهلوی را یا که دیگر کسانی که در سمت مثلا تصوف بسیار ایجادیات رو کردن، ما میبینیم که پر از آن چیزهایی هست که پیشبینی، پیشگویی بسیار چیزهایی را که اگر ما آنها را به هم بپیوندیم میبینیم که منطق ندارند.
یعنی ها چنان گفته شدند که در آنها با یک خالگی منطقی در گفتار آنها مثلا دیده می شود و البته علم هم فراست رو آموخته ایستاده است و آن در تکنولوژی حاضره بسیار دقیق عمیق استفاده برده شده ایستاده است. مثلا یکی از برنامه هایی که تازه کردن صورت ها، مثلا شناختن روی و بسیار چیزهای دیگری که تکنولوژی رقمی میکند، در اساس آن همون برنامه الگوریتم هست که در آن یکی از همون قسم های گوییم چیزی کل را، واقعه را میبیند و از همان اون در قیاس چیزهای همانند او رو که برنامه ساخته شده است میگیرد. یعنی کامپیوتر این چیز رو نشون میدهد و ما البته میدونیم که هر یک برنامه کامپیوتر پایست که یک چیزی جستجویی دارد و هنگام زیر کردن یک مسافید یا که یک کسی دیگر میبید و میکوبد و حتی شرخ کردن ورق زدن آن رو ما هم در اون برنامه میبینیم و این هم برنامه فراستی در اون تکنولوژی حاضر هست. ولی چی خیلی ما حاضر فهمونیم که عقیده ها گوناگونند. مثلا در مسئله فراست بگوییم هست، میگویند که فراست این یکی از دانش های هست که از آسمان و شعور انسان میآید و آن رو فرشتگان میبرند، چون این عقیده هست. عقیده ای است که باز میگن از زیر شعور میباید، مانند که زیگموند فرید گفت. و عقیده ای است که علم حاضر زمان میگوید که این باز آن حساب و کتابی هستند که در شعور انسان نیو، لیکن آنها رفته ایستادن ولی شعور انسان درک ندارد، باز از زیر شعور بالاتر. باز یک زینه دیگری هست که آن رو خوشی بین میگویند و همین کار رو برده ایستاده است و بعضا مانند ولکان یا مانند چشمه بیرون میبرد. مثلا گوییم که مندلیف سیستم دوری خود را کشف کردن شده، ولی ما هم یک نقطه نظری کارکرد خود رو در این سمت داریم و امروز جایی هست که آن رو ما بگوییم که این رو علمی روانشناسی تاجیک کرده است. ما میدونیم که مانند که قبض اتمسفر در روی زمین هست و آن رو برگ‌های درختان حاصل میکنند. یعنی که آنها هر زمان یک مولکوله از یک برگ گوییم که تا ده‌ها، هزارها، میلیون‌ها مولکوله‌های هوا، یعنی که اکسیژن بیرون میشود. همین طور هر یک انسان هم مولکوله نه، لیکن یک موج رو به آسمان میپرتاید. یک موج رو وقتی که انسان فکر میکند و موافق ددوکسیا و ایندوکسیایی که در تفکر انسان هست، بعضی آدمان معنی سری آنها که مرکز فراست دارد که آن را ما بعضا همچون نظر احتمالیت استفاده میبریم از سطح آن سطح دانش اطلاعاتی که انسان دارد و درستی و نادرستی آن انسان یک خلاصه را میکند. همون قسم از واقعه را معنی سر میگیرد و قسم دیگری آن را میسازد. این را ادراک میگویند. بله. و همین همچون اطلاعات به فراست داده میشود. آن چیزی که انسان آن را نمیبیند، حس نمیکند، نمیفهمد و آن رو معنی سر میسازد. یعنی فراست که پسیکولوژی میگوید، روانشناسی، این بدون 5 حس اطلاعات گرفتن. بدون با 5 حس. اکنون تصور میکنیم که همین خیلی که اتمسفر هست، همین طور دانش های آدمان در قبض نوسفر زمین هست. همین قبض نوسفر زمین بعضی انسان ها پیوست میشود و دانش ها میگیرند. مثلا در یک نشست خود 18,000 مصرع گفتن جلالالدین بلخی و مثنوی معنوی را ایجاد کردن. این پیوست شوی همون مرد بزرگ به همین اینترنتی کیهان میگم نوسفر قبض زمین بود که تمام دانش هایی که از اولی که انسان چیزی گفته است در آنجا مانند اتمسفر می ایستند. یعنی قبض نوسفر امروز ماتریالیزاسیون شده است، مادی شده است، چون اینترنتی که ما در روی زمین میگوییم. برای همین قسمی از واقع و حادثه هایی را که انسان بعضا میگیرد و معنی سر آن را پوره میکند و میدهد، این را ما میتونیم بگوییم فراست. و باز بالاتر گپی شما اول گفتید، یعنی که از خود همان نوری که سرچشمه هستی است اطلاعات گرفتن ممکن است.
بله واقعا چنین است. هرچند امروز مثلا پیش وقتی که چنین مردان بزرگ چون مولوی جومی و من همه حافظ همه ادیبان بزرگ ما اینا واقعا همون فراستی بزرگی که داشتند و توسط این همون کانال اطلاعات خوب میگرفتند و این طرز گرفتن آنها شاید مادرزادی باشد برای که نابغه ها هستند که واقعا تولد میشن با این استعدادها و میتواند این توسط تجربه و توسط آموزش های زیاد و مشق های تمرین های زیادی روانی این چیزا میتواند این کانال را آدم میتواند برای خودش وسیع کند. یک عباره دیگر هم هست علم لدنی میگویند، یعنی علمی که آموخته نشده است. انسان به این علم دسترسی پیدا میکند و آن خیلی مانند است به همین کانال اینتویتسیون و مثلا استادان و شاگردان خودشان هم خیلی آرزوها میکردند. من این دعا رو شنیدم، نسبت خودم هم شنیده بودم که خدا به تو علم لدنی بدهد. یعنی برای از خود کردن علم عمر یک انسان هرگز کافی نیست. با تمام علم ها رو اگر چقدر که خواهیم بخونیم تا آخری یک عمر انسان اگر 100 سال هم عمر بیند تمام علم ها رو از کردن نمیتواند. ولی اگر اون کانال باز شود 80% دانش‌های دیگر شاید نخونده در وقت ضروری چون همون دفترچه ایرج پیدا می شود. مثلا علمی که ما با مدرک ها میگیریم مثلا 5 سال میخونیم، اختصاص معین دانش‌های معین از خود میکنیم، تجربه دیگرها رو میخونیم و در نتیجه ما صاحب یک حجت میشیم، میگیم که فلان دانش‌ها رو دارم. اون حجت برای ما شهادت میدهد که واقعا این دانش‌ها رو خونده است. ولی تا چه اندازه ما دانش‌ها رو استفاده کرده میتوانیم این سوال دیگر است. بعضا می شود که اگر مثلا دکتر یا معلم 5-6 سال کار نکند اون دانشجویی که در دانشگاه گرفته بود فراموش می شود یا کهنه می شود، دیگر استفاده کرده نمی شود. ولی علم لدنی یا دانشی که اینتویتیو ما میگیریم، دانش فراستی ما، این هرگز کهنه نمی شود. اون همیشه در جای خودش بیدار است. مثلا ناظر در تلویزیون مرکزی یک برنامه هستن که اکسترا سنس میگن، ما کلمه فالبین معمولا استفاده میبریم ولی کلمه فالبین در همیشه در صحبت در زبان روسی هم معنای مثبت ندارد و فالبین ها باوری را اجازت نشده است، نه فرهنگ اسلامی اجازت نمیدهد که فالبین کار خوب نیست و به فالبین ها باور نکنید. ولی اکسترا سنس ها تا اندازه یک نامی چی میگن با آبروتری همین مردم است که آنها حادثه و اصطلاح معاصر، بله اصطلاح معاصر است که با اون یک شکل کسبی هم داده است. مثلا که ما توسط تلویزیون برنامه رو میبینیم واقعا آدمون درباره حادثه های نقل میکنن که ندیدند، درباره حادثه های نقل میکنن که تنها از روی شنیدن بعضی فاکتور رقم ها رو میگن و آنها همون حالت رو یک بار میبینن. اکستراسنس مشهور عصر 20 وانگا حادثه ها رو 7 سال و 10 سال پیشکی پیشگویی میکرد، زیرا این اطلاعات چون که شما گفتید در نوسفر هست یا که در تحت شعور است، همه اینها یکدیگر رو استثنا نمیکنند. توسط اینتویتسیا این آدم‌ها خیلی کانال وسیع شده بودن و برای خودشون از اونجا اطلاعات رو میگرفتن. از طرف دیگر مثلا خودی همین فالبینی و اگر روزگار خودی وانگ رو به خاطر بیاریم، از یک طرف اگر نعمت خداوند باشد، از طرف دیگر یک کار خیلی مشکل هم هست. وقتی که این کانال به درجه کشیده است که از اونجا همیشه اطلاعات میآید، آدم دیگر زندگی زمینی خودش را سامان کرده نمیتواند، زیرا از روی معیارها وقتی که استفاده میشوند اندک در وقت ضروری میآیند. اون چیزی که خداوند خودش فرموده است برای بنده های قطاری و اون چیزی که برای نابغه ها داده است، برای نابغه ها قوه بیشتر داده می شود که این اطلاعات رو استفاده کنند. برای مثال همون مولوی را شما مثال آوردید که در یک نشست 18,000 مصرع رو گفتن، این همون کانال است که می آید و آدمی که اینجا است فقط اون رو باید بنویسد. مثلا بله الکساندر دوما هم عینا همین خیلی کار میکرده است، او روی خونه قدم میزده است و میگفته است. گورکی این کار میکرد. مثلا گویم که یسینین این چیزا میگه، حافظ مثلا سحری با خروس جنگ میکرد که یعنی که اینا دانشایی که باز عجیبشون است که اگر انسان فراستی عالم باشد، دانشی که به او میآید به یک سیستم میآید، بله، به شکل شعر، بله، به شکل گویم یک ایجادیات. ولی کسانی هستند که شما درست قید کردید که حالا علمی فراستی رو یا که گویم که فراستی حسی رو در گویم که جمعیتی غرب نهایت به درجه عالی خوب استفاده میبرند. بله. مثلا ما میدونیم که فراست در دکتری هم هست. مثلا وقتی ما عقل ما
چون تفکر کلینیکی داریم میشینیم و میبینیم و تشخیص میکنیم میفهمیم که فلان کارها را کنیم فلان کارها شدنش ممکن است. منطقی همون دکتری رو ما میگیم که گوش میکنیم با تکیه با تجربه و دانش با عقل